اما هفته گذشته سینمای ایران دوبلور توانا و ارزشمند خودش رو از دست داد. زنده یاد اصغر خواجه افضلی به علت سکته قلبی در سن 75 سالگی داروفانی رو ودا گفتن. ایشون متولد 1317 در تهران بودن و عرصه دوبله رو به صورت حرفه‌ای از سال 1339 آغاز کردن. ایشون از سال 1364 به عنوان مدیر دوبلاژ به فعالیت پرداختن و تیپسازی‌های متفاوت کمدی در فیلم‌ها و کارتون‌ها از ویژگی‌های صدای ایشون بود. خاموش شدن صدای رنگین کمانی افضلی عزیز رو به دوستداران عرصه دوبله و همچنین خانواده ایشون تسلیت میگم. بخشی را آماده کردم به یاد ایشون، با هم ببینیم. مرد رنگین کمانی دوبله هم از میان ما رفت. حالا که اینطور شد بهت میگم تخصصم در چه کاریه. این صدای پیشکسوت دوبله زنده یاد اصغر افضلی است. تازه گربه 7 جون داره، یعنی 4 ضرب داره 12، بازم ضرب داره 7. ببین چقدر زیاد میشه، از عمر طبیعی منم خیلی بیشتره. من از دنیا رفتم. صدای او یادآور خاطراتی به یاد ماندنی است از شخصیت‌ها و فیلم‌هایی که به آنها جلوه‌ای دیگر داد. پس تخت من کو، تخت خواب من کو. اصغر خیلی خوب بود، خداش رحمت کنه. یکی از بهترین های تیپی مملکت بوده، کسی که بهترین تیپ ها رو گفته، بهترین خنده ها رو به لب مردم آورده. یکی از اصلی ترین چهره های واقعا دوبله بود، به خصوص در کارهای کمدی بی‌نظیر بود. سریال های متعددی رو با هم صحبت می‌کردیم، از جمله مشهورترینش اروجک استاد نجار بود که اون با هنر بی‌نظیر خودش یک گرمی خاصی به این سریال داده بود. خالق صدای وودی آلن، استن لورل، فرانکو فرانکی، بود آبوت، تیپ ساز قهاری که با اجراهای متفاوتش لبخند را بر لبانمان جاری ساخت. نه، منظورم اونجا نبوده انگوری، اینجا نوشته پولدار فقیر. هنرمندی که فقط یک دوبلور نبود، کمدیانی چیره دست که به شخصیت‌های معروف سینمای جهان در ایران اعتبار داد. کلم سود کشید، اسبه داره حرف میزنه. من چه میدونم کجاست، حتما یا تو انباره یا تو یخچال یا تو بازار، اصلا به من چه مربوطه. امروز نمیتونم سر قرارمون بیام، برای اجرای کنسرت جای نامعلومی میرم. اگه تو نگفتی تو این عملیات زمان مهمترین چیزه. چرا گفتم؟ پس دینامیت فایده نداره. خب دوش کاری رو که دوش ها میکنن کرد، یعنی دوش وظیفه‌شو به دوک انجام میده. باید اینم یادت باشه که اون قهرمانه میفهمه خیلی چیزا داره که باید حفظ کنه. داخل شو. وقتی بمیری تمام کمدینا جشن شادمانی میگیرن. خونه شاگرد بودم اندرونی حضرت والا، بیرونم کردن، حالا دوره گردم توتون فروشم. آخرین بارم که دیدم ایشون پیروز بود که توی حال من شدن، چون من خودم عمل قلب کرده بودم. کلی با هم حرف زدیم، کلی من دلداری که مواظب خودت باش، که این اتفاق برای خودش بود. ما کسی رو دوبله به حلاوت و خوشمزگی صدای آقای افضلی نداشتیم. خیلی از کارهای تیپ سازی رو من خودم به شخصه میتونم بگم از ایشون یاد گرفتم. شیرینی که در صدای آقای افضلی بود کم پیدا میشه. مرحوم مقبلی اینجوری بودن، ایشون هستن. عمری بود که واقعا برای این کار زحمت کشیده بود و الان فقدانش واقعا ما میبینیم. می‌گم که نامشون همیشه جاودان باشه. اگه هر کاری که بکنیم دیگه با اون صداست دیگه، حالا چند شخصیت رو با چند صدای مختلف بگیم و گویندگی بکنیم و اینا. اما کودکان قدیم هم از صدای او خاطره دارند و با تیپ‌های کارتونیش بزرگ شدند. کیسه باد پرتوان برس به داد این ناتوان. اوه چه جای خوب و دلپذیری. من موش نیستم، من بروجکم. آی دستم حالا یکم غم و رنج برام گریه میکنی.
از اون ور گوش کنیم که من فکر آخه من بابا 30 سال اینجوری حرف نزدم بابا. الان 30 سال پیش